با همین شیوه ادانه و استقبال گرم غالیبان فستیوال فیلم‌های مستند تلویزیونی شهریمند نتیجه‌گیری شده غالیبان از روی 10 نمینه قدردانی گردیدند. مراتب اول است که با دستگیری‌های مقامات اجرایی کمیته دولتی شهر دوشنبه و تشبث مؤسسه دولتی تلویزیون جهان‌نما تدبیر مذکور راه‌اندازی شد و بهترین‌ها معین و قدردانی گردیدند. این در حال صورت گرفت که شهر دوشنبه سال 2021 همچون پایتخت فرهنگی اتحادیه دولت‌های مستقل و پایتخت سیاحی کشورهای اعضای سازمان همکاری اقتصادی انتخاب گردیده بود. یعنی دستاندرکاران موفقیت پیشروی‌های شهر دوشنبه و همراهی روزنامه‌نگاران را بابت به شهر سبز تبدیل دادن دوشنبه به نوبت گرفته چورابینی مذکور را روی دست گرفتند. زیرا اشتراکشون آزمون تنها روزنامه‌نگاران بودند و فیلم‌های پیشنهاد گردیده نیز از سمت‌های مختلف حیات اقتصادی و اجتماعی و معدنی و فرهنگی شهر دوشنبه آماده گردیدند. حاضرین تشبث مذکور را با تدبیرهای تنتنوی بخشیده به استقبال جشن 30 سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان ربط داده برگزاری آن را جهت دستگیری روزنامه‌نگاران حرفه‌ای نیک ارزیابی کردند. بسیار خوشحالم که امروز در فستیوال تلویزیونی که از جانب مؤسسه دولتی تلویزیون جهان‌نما راه اندازی گردید جنبش گردید در نامیناسیون معماری و ساختمان غالب شدم. برای من یک افتخاری بزرگ است و این غالبیت مرا باز هم وادار می‌سازد که همون کوشش و غیرت خود را بهر تهیه برنامه خوب، بهر ترغیب و تشویق زیبایی‌های شهر دوشنبه پایتخت عزیزمان روانه کرده باشم. در واقع امروز از جانب مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه خاصتا رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی در شهر دوشنبه کارهای آبادانی و سازندگی زیاد به چشم می‌رسد و این هم شایسته تحسین است. من که در فستیوال تلویزیونی فیلم‌های مستند تحت عنوان شهر من در نامیناسیون خدمترسانی صاحب جایزه گردیدم، پیش از همه با این کمیته تدارکات ایثار سپاس میگویم. بهترین فیلم تلویزیونی در موضوع ساختمان‌های شهر دوشنبه، بهترین فیلم در موضوع معارف، سیاحی و هنرهای مردمی، نامیناسیون فرهنگی شهرنشینی، عالم سیاحت و امثال اینها از ژانرهایی بودند که غالبان از روی آن قدردانی گردیدند. اگرچه فستیوال بار اول راه اندازی شد، اشتراکچیان نیز کم نبودند. همین را به نوبت گرفته تصمیم‌ها برای همساله گذراندن آزمون الکی روی دست گرفته شد. البته این شهر زیبا می‌ارزد که همیشه درباره او فیلم ها کنیم و اثرها نویسیم و همین گونه ایجادکارا باز هم درباره زیبایی های این شهر باید همیشه ایجاد نمایند و برای تشکیل کنندگان این فستیوال باز هم مینداری خیش رو بیان میکنیم که مهنت ما ایجادکاران را قدر نمودند. با اطلاع دستاندرکاران از فیلم های پیشنهاد گردیده همگیشان قابل قبول بودند و بازگوی مهارت والای حقیقت نگاری حرفه‌ای در این سطح تشکیل کردن فستیوال بیشک هوس و حوصله اهل قلم را در سمت انعکاس دستاوردهای بزرگ زمانی صاحب استقلالی بیشتر خواهد کرد.